پیغمبر خدا میگه بر صحابه ها گفته بود است آیا شما میدانید که معیشت زنکار چیست؟ صحابه ها گفتن الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر او داناست، ما از کجا میدانیم که معیشت زنکار چی هست؟ معیشت زنکار ترجمه تحت لفظی چی میشود؟ زندگی تنگ. پیغمبر خدا گفتن عذاب الکافر فی قبره. این معیشت زنکار، این زندگی تنگ، رسول الله گفت که خداوند مطلبش از این آیت این است که عذاب قبر هست برای انسانی که از دنیا به ایمان میگذرد. حتی حدیثی هم در باب این بر شما گفته گذاشتیم که رسول الله قسم خوردن والذی نفسی بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان پیغمبر شما در دست اوست، انه لیسلط علیهم 99 تنینا. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما تنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار را میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکند. اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت و مغفرت کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال به شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند برای او معیشت زنکاست، یعنی برای عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد نگاه میکرد که چشمش نابیناست، چشمش کور است، و سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی، امروز چشمهای تو باعث همان کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید همچنان معامله بر او میکنم. همین مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، و فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیدش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم کرده اعما. و دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده همتا یک شکایت یک ناله به سوی خدا میکرد است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکر ما شدی تو روی گردان، با امر نفس و با فرمان شیطان. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. ایره خداوند بر بنده میگفته است به دنیا کرده ای ما را فراموش، در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربانی تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو بدبختی و روسیاییت باز ما تو را صاحب خانه کردیم، ما تو را صاحب فرزند کردیم، دسترخوان تو را باز خالی نکردیم، شکم تو را در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، منم سازم تو را اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی. مادامی که بنده از در فراموش خدا که غلطید، حال خودش بداند که چی میشود. فراموش کردن خدا معنای این را دارد که بنده از رحمت خدا دور میشود. غضب خدا
بر بالای او بنده چیکار میکند؟ میبارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان میرسد. عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق زن رسول اکرم میگوید سألت النبی عن عذاب قبر، پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله و جانب من گشت گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد ذلك صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنی که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش می برداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر، خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب میکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چه هست؟ دلالت بر این میکرد که عذاب قبر حق است. ابو هریره را نظر میکنیم، حضرت چی گفتند؟ گفتند شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فلیتعوذ بالله من اربعه. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین، التحیات آخری نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از 4 چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید: من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر گفت این 4 چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دوم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سوم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند با درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جکش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. لو نجا احد منه لنجا سعد ابن معاذ رضی الله عنه. رسول اکرم در دوام چی گفته بود است؟ اگر از جکیدن قبر، اگر از عذاب قبر یک آدم نجات میافت، هر آینه سعد ابن معاذ نجات میافت که همین سعد ابن معاذ هم در جکش قبر مبتلا شد. سعد ابن معاذ اولا من به شما شناس کنم که سعد کی بود. سعد ابن معاذ صحابه کرام پیغمبر خدا بود. وقتی که همین سعد از دنیا گذشت، ببین قبر چگونه آدم جکیدگی است، از خودمان ما و شما خلاصه ببراریم که ما و شما حالمان چی میشیده باشد. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت جابر میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سعد ابن معاذ. وقتی که سعد از دنیا گذشت، پیغمبر خدا را خبر دادند که سعد از دنیا گذشت. جابر میگوید من همراه پیغمبر خدا به خانه سعد برای آماده کردن او برای جنازه و دفن کردن او رهسپار شدیم. وقتی که میگه داخل خانه او شدیم و بر او تعزیه بیان کردیم. وقتی که رسول اکرم سعد را میگه به گوریستان آوردن و رسول اکرم خود سعد ابن معاذ در قبر گذاشت، میگه جابر سبح رسول الله صلی الله علیه و سلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا. حضرت جابر میگوید وقتی که رسول اکرم در قبر گذاشت سعد ابن معاذ و با طرفی میگه سعد نگاه کرد و تسبیح گفتن سر کرد، یعنی سبحان الله سبحان الله الحمدلله. میگه رسول اکرم چنان طویل کرد، یعنی چنان دراز گفت که ما هم از پی پیغمبر خدا
تسبیح ها را میگفتیم. ثم کبر، بعد از این میگه تسبیح ها را باز گذاشت و با تکبیر گفتن میگه سر کرد. الله اکبر الله اکبر میگه رسول اکرم جل جلاله با آواز بلند میگفت. ما هم از پسش میگه گفتیم وکیل یا رسول الله لما سبحت ثم کبرت. حضرت جابر میگوید گفتیم پیغمبری خدا چرا اول تسبیح گفتی بعد باز تکبیر گفتی؟ رسول الله میگه به جانب ما گشت در حالتی که چشمهایشان میگه پر از آب بود. گفت قبر این بنده صالح یعنی سعد ابن معاذ جقید. این تسبیح و این تکبیر که من گفتم باعث این بود که حتی فرج الله عنه، تا وقتی که قبر سعد سر نداد من از تسبیح و تکبیر باز نایستادم. ببین این سعد که هست. سعد رسول الله گفت که وقتی که از دنیا گذشت تمام دروازه های آسمان کشاده شد. در جنازه سعد رسول اکرم حدیث صحیح مبارک است 70,000 پیغمبر 70,000 ملائک از آسمان در جنازه سعد اشتراک کردند. ببین 70,000 ملائک که در عذاب قبر در کتاب مشکات در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد این حدیث وارد شده است. رسول الله گفت که حتی عرش الهی میگه در جنبش در آمد وقتی که سعد از دنیا گذشت. روز میگه حضرت برا ابن عازب میگه اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم حلت و حریر. یک روز میگه بر پیغمبر خدا یک لباس ابریشمی دادند. یعنی لباس ابریشم خیلی نرم است خیلی ملایم است. در اون زمان ها صحابه ها و پیغمبر خدا لباس ملایم کم میدیدند. لباس ملایم میگه هدیه‌اش کردن. تمام صحابه می آمدن لباس ملایم به دستشان میقپیدن. در تعجب ماندن که این چگونه لباس ملایم داخل قبر برده ما و شما را میگذارند. دو ملائکه نزد ما و شما داخل می شده است. وقتی که ما و شما را در قبر گذاشتند و تبارک است یاسینی هست که در حق ما و شما میخوانند. رسول الله گفت وقتی که همین رفیقان شما یا نزدیکان شما پشت میگردانند به سوی قبر آنها و از نزد قبر دور میشوند در حال منکر و نکیر در آن قبر حاضر میشوند. رسول الله آنها را صفت کرد که چگونه هستند. آنها گفتند اسودان سیاه هستند. در شرح عقاید میگوید مویهای دراز دارند که با قد کشال هستند. حتی میگه چنان با یک دهشت و وحشت بر اون قبر حاضر می شوند مثل که یک آواز و صدای ناخوش بر گوش همون انسانی که در قبر هست می رسد. اسودان سیاه هستند. ازرقان چشمهای سبز دارند. پیغمبر گفت که نام یکی از آنها منکر است و نام دیگری او نکیر است. اینها باعث چی می آیند؟ آنها پیغمبر خدا وقتی که میگه می آید این جانی که در دنیا با یک خیلی مشقت و خیلی دشواری از بدن جدا شده بود همون جان باز دوباره در اون جسد می دراید و اون جسد این منکر و نکیر میشینانند فیقولان له من ربک و من نبیک و ما دینک. وقتی که جان در وجود همون انسان می درآمده است و او به منزله که ما نشستگی هستیم میشیند رو پروی منکر و نکیر کیفیت این خدا خودش میداند چگونه میشیند چگونه سوال میکنند. این عقل ما و شما و علم ما و شما به این نمیرسد. از او پرسان میکرده است خدای تو کیست؟ تو در کدام دین هستی و پیغمبری تو کی هست؟ این سه سوال از بنده مؤمن پرسان کرده می شده است. اگر این انسانی باشد در دنیا که چگونه یکی از سوره ابراهیم به شما یک آیه خوانده بودم برای اثبات قبر که یثبت الله الذین آمنوا بقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خداوند چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر همین بنده در اصل بنده بود بنده خدا ترس بود به آسانی در اونجا جواب منکر و نکیر میگوید خدای من همان خدای هست که یک و یگانه هست
پیغمبر من محمد بچه عبدالله است و دین من دین اسلام است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این اگر بنده صالح در دنیا باشد مثل شما و بنده هایی که برای نماز جمعه حرکت کننده هستین، برای احترام قرآن دارین، برای که اسلام دوست می‌دارین، اگر مثل شما باشد گفتیر خداوند در قرآنش که با آسانی این جواب بر منکر و نکیر شما البته میسپارید. در وقتی که شما جواب کی گفتین، پیامبر خدا چی گفتن؟ یفسح له 70 ذراعا فی 70 و ینور له فیه. وقتی که تو جواب کی گفتی، منکر و نکیر چیکار میکنن؟ 70 در 70 ذراع گفت پیغمبر خدا، قبر تو کشاد میشود و قبر تو او تاریکی که در او داخل بود از دنیا دیده روشن‌تر میشود. وقتی که این جواب از زبان ما و شما اگر بیرون شود، در دوام وقتی که قبر کشاد شد و قبر ما و شما روشن شد، این منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم، خواب کن. آدم که سراسیمه است، آدم که یعنی جاهل است، به علم هست، چی میگد؟ میگوید اجازت نیست که من به سوی خانم برم فاخبروهم، تا که همون اولاد من خبر بدم که خداوند برای من قبر مرا شاد کرد، قبر مرا روشن کرد. آیا اجازت نمیتین که بر خانه بر بگردم؟ اینا میگد به سوی منکر و نکیر میگفت است. منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم کنومت العروس، خواب کن مثل خواب عروس. خیلی که عروس خواب میکند باز امرش میکنن خواب کن. الذی لا یوقظه الا احب اهلی حتی یبعثه الله من مسجعه ذلک. پیغمبر گفت میگویش که خواب کن مثل خواب عروس. خواب عروس پیغمبر گفت چگونه است؟ خوابی هست که نزدیکترین آدم سحر او عروس بیدار میکند، یا مادرش یا اپای او یا یگان آدمی دوستی نزدیکترینی که دارد، عروس که مثال برای جاگه او را رفته و بیدار کردن او نزدیک میشود. منکر و نکیر میگفت است رو خواب کن تا که ترا دوست داشته ترین تو خدای توست، روز قیامت تا بیدار کردن ترا تو خواب بکن. این بود است یک جواب منکر و نکیر نسبت بنده صالح. و این کان منافقا، اگر آدمی بینماز بود، آدمی از خدا بیزار بود، از قرآن گریزان بود، آدمی منافق بود، وقتی که داخل میشن بر او میپرسنش خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست؟ این منافق چی میگفت است؟ لا ادری، ها میگد ها میگفت است لا ادری، نمیدانم. منکر و نکیر میگفت است ما میدانستیم که تو نمیدانی، ما میفهمیدیم که تو در جواب ما جواب گفتن نمیتونی. در اینجا امر میکرده است بر زمین منکر و نکیر که التئیمی، یعنی بر این منافق ای قبر تنگ شو، امرش میکنن قبر بر این منافق تنگ میشود، حتی تا وقتی که خدا تا روز قیامت این بنده منافق چکار میکند؟ در عذاب قبرش گرفتار میکند. فقط عذاب قبر هست، فقط آن سوزش و گدازهایی که در جهنم است بر این بنده در قبر رسیدن میگیرد. باز تا روز قیامت وقتی قیامت قائم شد باز مورد سوال قرار میگیرد، باز موافق آن عملها و آن عمر بیفایده‌ای که در دنیا گذشت باز عذابهاش دوچند کرده میشه. حضرت عثمان که رسول اکرم بشارتی به جنتش داده بود، گفته بود عثمان تو جنتی هستی. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان بعد آنی که عسکرهای پیغمبر خدا را از تمام لوازماتهای جنگی آماده کرده بود، خیر احسان به پیغمبر کرده بود، چنان یک مبلغ کلان صرف کرده بود، رسول اکرم گشته گفت عثمان اگر از همین روز اعتبارا دیگر تو هیچ کاری خیرم که نکنی تو وارد جنت هستی. همین عثمان اذا وقف على قبر یبکی، میگد وقتی که نزد قبر می آمد گریه میکرد، قبر که نگاه میکرد گریان میشد. مردم میگفتش تذکر الجنه و النار ولا تبکی و تبکی من هذا،
تو جنت میدانی، دوزخ میدانی، قیامت میدانی، همه اینها را یادآوری میکنی، گریه نمیکنی، لکن همین قبر میبینی و تو با گریه میدروی. حضرت عثمان چی گفتن؟ حضرت عثمان گفتن سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیغمبر خدا شنیده بودم که حضرت میگفتن القبر اول منزل من منازل الاخره و اول و آخر منزل من منازل الدنیا. میگه پیغمبر خدا بر من گفته بود که این قبر اولین منزل، اولین مکان، اولین خانه از خانه آخرت است و آخران خانه از خانه دنیا هست. فمن نجا منه فما بعده ایسر و من لم ینجو منه فما بعده اشد. رسول اکرم چی گفته بود است؟ گفت از کسی که اگر از همین عذاب قبر نجات بیابد، در همین عذاب قبر دوچار نشود، بعدش یعنی روز قیامت دیگر برای او آسان است. لکن اگر از همین عذاب قبر خالی نشد، عذاب قبر در دوچار کی شد، فما بعده اشد، باز بعدترش یعنی روز قیامت باز مشکلتر و وسیع‌تر است. حضرت گفتن که از این خاطر من گریه میکنم، زیرا که نمیدانم که آیا اولی که من داخل قبر میشم من نجات میافته باشم یا نه. از این خاطر یک وحشت قبر داشتن. رسول اکرم گفتن و ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منه. هیچ منظره، هیچ مکان در نظر من دهشت آور و دشوارتر از قبر دیده نبود. یعنی قبر یک موضعی بود، پیغمبر خدا گفت که خیلی موضعی یک دهشتناک، یک وحشتناک در این قبر موجود است. حضرت جامی را خدا رحمت کند، از این خاطر باشد که میگفت همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. حضرت جامی میگد رفتم در سر قبر یک برادر پرسیدمش که احوال چی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی. احوال مرا چی میپرسی؟ گفت هر وقتایی که خانه دا داخل شو میفهمی که در این خانه چی گپ است. جامعه واقف دم باش، عزیزان رفتن، ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی. حضرت گفتن که البته جامعه به خود بیا، این دنیا را، این زیبایی دنیا را، این فتنه های دنیا را یک جا بگذار، فکر آخرت زیاد بکن، زیرا که تو هم آینده در این خانه چی هستی؟ مهمان هستی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید من دخل قبر بلا زادین، من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی که در خانه قبر داخل می شود در صورتی که هیچ توشه ندارد، هیچ بندگی خدا در او جمع نشده است، مثل که در یک داخل بحر در آمده است در حالتی که کشتی سواره ندارد. یعنی در یک بحر شما میدراین، در صورتی که چیزی سواره نداشته باشین شما البته در بحر عذاب میکشین و غرق میشین. وقتی شما خانه قبر میدراین حس کنید که این خانه قبر خانه رفیقتان نیست، این خانه قبر خانه پدرت نیست، خانه مادرت نیست و اونجا یگان جای استراحتگاه نیست. استراحتگاه می شود در صورتی که اگر شما در دنیا به قدر قرآن و به قدر بندگی خدا برسید. و ایلا این خانه برای ما و شما خیلی خانه وحشتناک و خیلی خانه دهشتناک مبدل می گردد. رود مؤمن از این دنیای پرشور، رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوتخانه گور، به او قرآن به هم آنجا در آید، به طاق جانب سر می براید. در آید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. وقتی که اگر بنده مؤمن نگاه داخل قبر می شود، تمام آن خیر و سخاوتی که داشت، تمام آن نماز عبادت هایی که داشت، همه اونها چکار میکنن؟ با همراهی او در داخل قبر میدرایند. حتی از بالای سر او ایستاده برای یاردم همون بنده حاضر میشوند. شود همراه او از جانب راست دلاسا میکند او را به هر خواست.
سوالهای کرامن کاتبین را دهد آنجا جوابی با یقین را. البته این خیر احسانش، این نمازهاش، این عبادتهاش، اینها چی می شوند؟ از جانب راستی بنده حاضر می شوند و سوالهای منکر و نکیر یکایک جواب می گویند. در دوام چی گفت؟ بکن جهد ای پسر در حاصل نور، که تا گردد منور خانه گور. مولوی ما و شما را نصیحت میکرد که فرزند من اگر بخواهی که قبر تو هم منور شود، قبر تو هم روشن شود، کاری کن که در دنیا برای خود چراغ، برای خود یک روشنی برای داخل قبر تیار بکن. این البته چی است؟ این روشنی ها باز میگم همین بندگیه که ما و شما در دنیا میکنیم. وقتی که بنده مؤمن در قبر گذاشته می شود، همین جان به سوی همین بنده که 50 سال و 60 سال با همراهی این جان بود همراه می شده است. خدا رحمت کند صوفی علیه را همین در نظم در آورده است. میخوام همین با همین نظم انشاءالله این موعظه را خاتمه میتیم. مرده را برند سوی گور، مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. وقتی که مرده در داخل قبر هست میگد جان او باشد از بالای قبر به سوی همون جسد نگاه میکرد است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. عاقبت حال این چونین بوده، چون نکردی عمل بفرموده. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بی وفا بوده از مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. این جان از بدن دیده باز لرزانتر است، ترسانتر است. به سوی همین جسد میگفته است ای جسد، تو چگونه یک جسد بدکش بودی، چگونه یک جسد ناسپاس بودی، چگونه یک جسدی بودی که تو خدای خود نشناختی. امروز تو کاری کردی که تو میدانستی که یقینا همین داخل قبر جای توست. تو اینا میدانستی، تو کور نبودی، تو با پیش هزارها گوریستان گذر میکردی، میدیدی که از تو بهترها خوابیده هستند و از زبان عالما و داملاها میشنیدی که قبر وجود دارد، عذاب قبر هست. چرا به خود نیامدی؟ کاری کردی که امروز مرا و خودت را در عذاب الهی دچار کردی. الحال نماینده های خدا می آیند از تو پرسان میکنند تو چی جواب میدی؟ این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بی وفا بوده از مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. تو میخستی زن میگفتی، میخستی مال میگفتی، فرزند میگفتی، برای همه این دوادو میکردی. چرا یک بار در راه خدا دلسوزی نکردی؟ اینا همه بی وفا بود است. امروز را تنها در همین داخل قبر گذاشتند. کو یگان فرزندی تو داخل قبر هست؟ کنی مالی که در دنیا تو جمع کردی و او را توپ کردی و او را در راه خدا خیر احسان هم نکردی که حتی می خیر احسانت فایده تو کند. امروز چی میگوی؟ امروز در نزد خدای خود چی میگوی؟ این چنین خطاب از جانب جان به سوی همین بنده هم میشده است. از این خاطر کار کنیم، نه در ملامت جان بمانیم، نه در ملامت فرزند بمانیم، نه در ملامت زن بمانیم، نه در ملامت